پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. Salamat olsun. Salamat olsun. Salamat olsun. Boş. Maram. Boş. هموطنان عزیز، حاضرین ارجمند، بار دیگر مردم سربلند تاجیکستان و ساکنان شرفمند ولایت سوغد را و افتخار جشن مقدس یگانمان نوروز، عید سعید فطر و بعد از نوسازی افتتاح گردیدن یادگاری تاریخی و فرهنگی قلعه خوجک که تحفه ارزنده نوروزی به مردم شریف تاجیکستان
و میهمانان کشورمان می باشد صمیمانه تبریک میگویم. از سرچشمه‌های تاریخی به همه معلوم است که ملت تمدنساز تاجیک در مسئله‌های معماری و آبادکاری و شهرسازی و شهرداری سابقه بیش از 6000 ساله داشته در تاریخ تمدن و فرهنگ بشری نقشی ماندگار گذاشته است. استقلال و آزادی برای ما امکانیت فراهم آورد که برای احیا نمودن و معرفی کردن تاریخ بای و رنگین ملت باستانی خود اقدامات شایسته را عملی نماییم. عنعنه‌های نیک اجدادی را ادامه داده به اهل بشر اثبات سازیم که ما ملت تمدنساز و صاحب فرهنگ، شهردار و شهرساز، صاحب دیوان و صاحب قلم، صاحب کتاب و صاحب معرفت و همیشه سازنده و بنیادکار بودیم و امروز نیز هستیم. ما ارزش‌های دیرینه تاریخی، سنت و عنعنه‌ها و رسم و آیین‌های نیک ملی‌مان را احیا کرده آنها را به خاطر بلند برداشتن خودآگاهی و خودشناسی مردمی کهن بنیادمان رشد داده ایستاده‌ایم. حکومت مملکت به مسئله احیا کردن و حفظ نمودن، نگهداری و ترغیب میراث تاریخی و فرهنگی پیوسته توجه ظاهر می‌کند. در دوره صاحب استقلالی در کشورمان زیاده از 100 یادگاری تاریخی و فرهنگی ترمیم و برقرار و ده‌ها جشن و چهارمینی‌های سطح بین المللی دایر کرده شدند. از نوسازی قلعه موغ، شهرک سرز، آثارخانه پنجکینت باستانی، آثارخانه اکادمیک باباجان غفورов، برگزاری جشن شاعر معروف تاجیک کمال خوجندی و ده‌ها اقدام و چهارمینی‌های دیگر در ولایت سو از جمله آنها می باشند. برگزاری آزمون‌های جمهوری، نشر سلسله کتاب اختران ادب به هر یک عائله کشور، دسترس گردانیدن کتاب تاجیکان باباجان غفورov، بنیاد ده‌ها تئاتر، قصرهای فرهنگ، کتابخانه‌ها و باغ‌های فرهنگ و فراغت از دستاوردهای دوران استقلال دولتی در ساحه فرهنگ ملی به شمار می‌روند. حالا آنها برای بلند برداشتن رویه وطن دوستی و وطن پرستی، حس ملی، خودآگاهی و خویشتن شناسی و زیبایی دوستی و زیبایی پرستی مردم مملکت بخصوص نورسان و جوانان خدمت کرده ایستادند. عرضگزاری به تاریخ و فرهنگ نیاگان و در این زمینه برقرار ساختن و آباد نگاه داشتن موضعهای تاریخی وطن عزیزمان
یکی از سنت‌های ارزشمند مردم تاجیک بخصوص از جمله خصوصیت‌های نیکی جشن نوروزی می باشد. تاجیکستان هنوز سال 1993 با عضویت یونسکو یکی از ساختارهای بانفوذ سازمان ملل متحد آید به مسائل معارف، علم و فرهنگ پذیرفته شد. من بعد ما برای معرفی انشاءات تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک تلاش‌های زیاد به خرج دادیم. از جانب سازمان ملل متحد مقام بین المللی گرفتن سال نو اجدادی ما نوروز و از طرف یونسکو همچون میراث فرهنگی بشری اعتراف گردیدن شش مقام، شکن، اطلس و ادرس و دیگر آثار و ارزش‌های تاجیکان امروز مایه افتخار هر یکی ما می باشد. تنها من چندین مراتب تکرار تنها برای در سطح جهانی برآوردن جشن نوروزی اجدادیمان ما بیش از 5 سال با تمام سازمان‌های بین المللی با نفوذ دنیا کار بردیم و به این مقصدمان رسیدیم. امروز نوروز یکی از جشن‌های بسیار بزرگ فرهنگی ما شما بین المللی گشته است. باعث افتخار است که تنها در سال 2023 ما توانستیم 12 انشاءات تاریخی و فرهنگی تاجیکان را به فهرست فرهنگ مادی و غیر مادی یونسکو وارد سازیم. به خاطر معرفی هرچی بیشتری تاریخ و فرهنگ ملی، جلب توجه جامعه جهانی به تاریخ و تمدن تاجیکان، ترمیم و برقرارسازی و محافظت یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی، رشد سیاحی در این سمت و حمایه ارزش‌ها و منفعت‌های ملی، ما چند روز قبل در نزد حکومت مملکت ساختار علایده دولتی اجنسی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را تأسیس دادیم. دوستان عزیز، در مشورت جنبستی لایحه دستگیری یادگاری‌های شاهرای ابریشم که سال 2019 دایر گردیده بود، 6 یادگاری تاریخی و فرهنگی ولایت سوت از جمله قلعه خوجند برای سلسله جایزه یادگاری‌های آسیای مرکزی در شاهرای ابریشم، گذرگاه فرغانه سیردریا با فهرست پیشکی میراث فرهنگ عمومی بشری یونسکو نامنویس کردید. از نوسازی مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند که امروز افتتاح گردید، ادامه تشبس‌های فرهنگ پرورانه حکومت مملکت می باشد. قلعه خوجند یکی از کلانترین قلعه‌های دارای تاریخ دیرینه به حساب رفته. قسم باقی مانده آن در مرکز شهر امروزه خوجند در ساحل چپ سیردریا جای گرفته است. این قلعه در عصرهای هفتم پیش از میلاد بنیاد گردیده تا عصر 19 وجود داشت. در نتیجه حفریات باستانشناسی از قلعه خوجند بازیافت‌های نادری
دوره های پر افتخار تاریخ خلق تاجیک هخامنشیان، سلجوقیان، یونان باختر، هیتالیان، سامانیان و مانند اینها به دست آمدند. قلعه خوجند در بعضی سرچشمه ها با نام الکساندریه اسخط نیز یاد شده. مبارزه قهرمان خلق تاجیک تیمورملیک بر ضد اجنبیان محض از همین قلعه شروع گردیده است. تشکیل اکسپدیسیای ارکئولوژی و گذرانیدن حفریات در موسم صحرایی سالهای 2019-2020 در قلعه خوجند و باستانشناسان امکانیت داد که آثاری از دوره‌های گوناگون محفوظ مانده را پیدا نمایند و قلعه به یکی از موضع‌های تاریخی و سیاحی تبدیل داده شد. سال 2024 برای گذرانیدن کارهای علمی و تحقیقاتی و آموزشی ارکئولوژی قلعه خوجند مبلغ‌های ضروری جدا گردیده، حالا کارهای کاوی ادامه دارد. بارها تاکید کردم و با استفاده از فرصت مناسب بار دیگر خاطر نشان می نمایم که در زمان معاصر مخصوصا در شرایطی که برخورد تمدن‌ها و ارزش‌های گوناگون فرهنگی طرف شدت گرفته ایستاده است، تنها توسط عمیق آموختن تاریخ و ترغیب و تشویق میراث غنی تاریخی و فرهنگی با تأثیر خرابی آوری روندهای جهانی شوی ایستادگری کردن امکان پذیر می باشد. بسیار مهم است برای عموما ملت تاجیک، خلق تاجیک، مخصوصا نورسان و جوانان. من بیهوده کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов را به هر یک عالیه تقدیم نکردم. این برای در تاقچه مانده نیست، برای آنکه از آموزم هر یک عائله، نه نورسان و جوانان، کلان سالان آموزند، خوانند، دانند کی بود گذشتگان مای شما، اجدادان خود را دانند، گذشتگان خود را دانند، تاریخ ملت خود را دانند. ناشکری نکنیم. پیش از همه تاریخ و فرهنگ و زبان و رسم و آیین های ملی را به نهایت احترام گذاریم، حفظ نماییم، بیگانه پرستی نکنیم. شکرانه از این سرزمینی اجدادینم، شکرانه از این وطن بیشتاساز کنیم، بنیاد کنیم، سازیم، حس ملی داشته باشیم، حس وطن پرستی داشته باشیم. شما دانید که ملت تاجیک در تاریخ روزهای بسیار سخت سنگین را پس سر کردن. من روزهای پیشتر تاکید کرده بودم دایر به این موضوع، لیکن ملت تاجیک کشته نشد. تاجیک ماند، زنده ماند، رشد کرد، رشد میکند. واقعا
تاریخ باستانی و پر افتخار خلق تاجیک و میراث گرانبهای مادی و معنوی گذشتگان، از جمله یادگاری‌های تاریخی، بزرگترین مکتب خودشناسی برای هر یک فرد جامعه، مخصوصاً نورسان و جوانان است. امروز در کشور ما زیاده از 3000 یادگاری تاریخی موجود است که هر کدام آن توجه عالمان معروف وطنی و خارجی و سیاحان و مهمانان را به خود جلب نماید. در این روند به استفاده دادن مجموعه فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند، یکی از رویدادهای مهم فرهنگی کشورمان، در آغاز سال نو اجدادی می باشد. شما خوب شاهد هستید در چه حال قرار داشت و مثل یک خاک توده و امروز بینید باز هم آباد کردن در ادامه دادن نمانده، بگذارد بر نسل‌های آینده میراث مانند، آموزند، گذشته خود را فراموش نکنند. دیروز در شهر باستانی استروشن قصر فرهنگی با شکوه برای 1000 جای نشست با صنعت بلند معماری ملی بنیاد گشت، تحفه بهترین برای مردم. و در چهاربینی فرهنگی وقتی کسی دیده باشد شما بیشتر امروز هم می آشنا پیدا. اینقدر ملت تاجیک اینقدر فرهنگی بای و غنی دارد، این سر لباس های ملی که دارد، اینقدر صنعتی بلند والای ملی دارد، چرا ما ناشکری میکنیم؟ برای چی؟ برعکس احیا کنیم، ایجاد کنیم. از ازل ملت تاجیک ملتی فرهنگی بود، ملتی فرهنگی است، با فرهنگ خودش، با زبان خودش، با علم خودش، با معرفت بلند خودش، ملتی تمدن ساز و تمدن آفر از تاریخ بیش از 6000 سال تا امروز از همه سختی و سنگی های تاریخ گذشته آمده رسیده است. و بین بعد ما باید نسل امروز هم کلان سالان و هم نوسان و جوانان این را آموزیم، رعایت نماییم و به جهانیان معرفی سازیم که ما کی هستیم. مردم آریایی تبار خودش در تاریخ در دنیا یک ملتی بنیاد هم فرهنگی و زیباترین مردم دنیا به شمار می رود. با استفاده از اشتراک رهبران و فعالان و صاحبکاران با ننگ ناموسی ولایت در چهاربینی امروزه میخواهم یک مسئله را تاکید نمایم. همه شما از وضع نهایت مرکب و پیچیده جهانی معاصر خوب آگاه هستید. در شرایط امروزه ما باید هرچی بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم، سازیم، وطن ما را باز هم آباد گردانیم. استحصال محصولات را افزایش دهیم، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی بنیاد نماییم برای همکارانمان، باز هم جایهای کاری مهیا کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را
تا توانیم کاهش دهیم که محتاج دیگران نگردند. من میراثداری خود را به صاحبکاران باننگ ناموس ولایت میرسانم. اون جمهوری و مصفن ولایت که من در یک روز سه‌ای من صدها جایهای کاری نو بنیاد کردم. صدها، قریب 1000 در 3 روز جایهای کاری نو، هزارها عائله صاحب زندگی شدند. این کاری ثواب است، این کاری خیر است. هزارها عائله سرسان و سرگردان از وطن بیرون نمی شوند. این یکی از وظیفه‌های رهبران از رهبری دولت سر کرده. تمام زینه‌های خدمتچیان دولتی، تمام صاحبکاران، هر یک فردی باننگ ناموسی ملت تاجیک است که ما در وطنمان، در زادگاهمان وارد کنیم چی امکانیتی که داریم، تکنولوژی حاضر زمان و بنیاد کنیم جایهای کاری نو برای شهروندانمان. ما نگذاریم که مردم ما محتاج به دیگران شوند. نگذاریم. ما ننگ و ناموس داریم. ما نمیگذاریم که عزت نفس ملت تاریک رسند. برای ناموس داشتن مانده. من میفهمم این مشکلی ها موقتی هستند. یک باره همه این را پسی سر کردن بسیار دشوار است، لیکن میکنیم. انشاءالله آینده دوشنبه تاجیکستان درخشان است. برای این در ولایت همه شرایط و امکانیت ها علالخصوص در سمت کارکرد محصولات، رشد هنرمندی و کاسبی، اطلس و ادرس بافی، قالین بافی، زرگری و کندکاری و دیگر هنرهای دستی موجود است. من امروز در اینجا دیدن کردم هنرمندا، همینا سپاریده می شود به هنرمندا که استفاده برند، دائمی، موقت دائمی. هم کسب و کار هم میکنند، هم به سیاحان هم به مردم محصولاتشون را پیشکش میکنند. یک بانوی 30 سال، کلان سال، یک زنی تاجیک، مادری تاجیک، سینش قریب 70. جناب عالی 50 سال شد من از همین مهنتی آوله کفی دستم من زندگی خود و فرزندا عائله خود را پیش میبرم. تنها از یک چی؟ از یک بافتنی سبد بافی. من دیگر مشکل هنرهای دیگری ویا نمیگویم. 850 تا شاگرد تیار کرده میگه در حدود ولایت که هر کدامش رفته در شهر نویای خودشان رزق روزی خودشان پیش برده ایستاد. انا کاری ثواب. من در برنامه از خبرگزاری روز 9 مرد تاکید کرده بودم که خداوندم همان انسان‌های را دوست می‌دارد که نفع رسان هستند، نفعشان به دیگران میرسد. همین که شخصیت ها نفع رسان است. 850 عائله از دست یک مادری کلانسالی تاجیک هنرمند شدند، صاحب نام زندگی شدند. یعنی من با چی گفتنی هستم سخنان؟ کاری نمیشدگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن مانده کار، ذوق داشتن مانده کار. صدقت وطنمان دوست داریم، خلق خود را دوست داریم، ملت خود را دوست داریم، زبان و فرهنگ و رسم و آیین خود را دوست داریم. همه هم باشد کمک کنیم، دستگیری کنیم، یکی را کمک کنیم، دستگیری کنیم.
نخندیم به حال یکدیگر آنهایی که زندگی دشوار و وزبین دارند. برعکس من دیروز در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت خاطر نشان نمودم که امسال برای کشورمان باز یک سال خاطرمان تاریخی 30 سالگی قبول نخستین کیسوسه دولتی صاحب استقلال تاجیکان می باشد. ما باید این صحنه تاریخی را با دستاوردهای سزاوار در همه ساحه‌ها استقبال نماییم. پیش از همه سرجم باشیم. فرزندان ما را تربیت نماییم. برای راست هدایت کنیم. صاحب کسب و هنر گردانیم. یگانه راهی است که تاجیکستان را به آینده درخشان میرساند این ساحه علم و معرف است. یعنی صاحب معرفت گردانیدن مردم تاجیکستان است. همچنین ما باید هر روز را برای وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی به خاطر استقبال ارزنده جشن مقدس و بزرگ ملی امان 35 سالگی اقتصادی استقلال دولتی ثمرناک استفاده بریم. باورم که مردم زحمت قرین ولایت سوخت چون هر وقت از عهده این کارها به خوبی و با سربلندی میبرند. بار دیگر همه مردم شریف تاجیکستان، ساکنان سربلند و زحمت قرین ولایت سوخت، شهر باستانی خوجند و شما حاضرین ارجمند را به مناسبت جشن نوروز بین المللی عید سعید فطر و افتتاح یک گوشه نوی تاریخی و فرهنگی صدقاً تبریک گفته به هر یک شما سعادت روزگار، زندگی پربرکت و اقبال بلند آرزو می نمایم. سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز.